سلام به دوستان عزیز. دوستان ببینید، خیلی از عزیزان تو دایرکت پیام میذارن که استاد ما زمانی که میخوام از کنار ماشینا تو یک کوچه خلوت یا تنگ رد بشیم، ما ابعادشون نمیدونیم که به کنار ماشین نخوریم، ماشینایی که پارک شده. ببینید دوستان، الان شما تصور کنید دقیقاً این قسمت خیابان تنگه، این ماشینا اینجا هم پارک کردن، من میخوام از کنار این ماشینا رد شم. شما این گوشه شیشه ماشینتون رو دقیقاً آخرین برف بکن و بندازین دقیقاً بالای دستگیره در ماشین پارک شده. چجوری؟ شما اینجا دنده یک میذارین، شما آروم آروم زمانی که دارین از کنارش رد میشین بالای در ماشین پارک شده نگاه کنید دقیقاً فاصله تون دقیقاً 50 سانت با ماشین بغلی. به هیچ عنوان به ماشین بغلی شما برخورد نمی کنید. توجه کنید. حالا چه با سرعت آروم برین چه با سرعت زیاد.